عبارت کن فیکون عبارت شناخته شده ای هست و چندین بار در قرآن تکرار شده. بنابراین این دعا برای هر حاجتی از جمله ثروتمند شدن بسیار قوی و مجربه. هر کس این دعا رو بخونه جهان در اختیار اون قرار میگیره و معجزه‌ای که منتظرشه به لطف خداوند اتفاق میافته. فقط طبق مطالبی که گفته میشه جلو برین تا خدایی نکرده ناامید نشین. سلام دوستای عزیزم، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین و سلامت باشین. این عبارت در سوره یاسین، در سوره آل عمران، در سوره نحل و در سوره انعام چندین بار تکرار شده. این عبارت مختص خداوند متعال هست و به صورت ضرب المثل هم به کار میره. ما یه نماز کن فیکون داریم که 4 رکعته که فعلا اینجا باهاش کاری نداریم. میخوایم بریم سراغ دعاش. قبل از اینکه بریم سراغ دعاش باید یک آماده سازی ذهنی انجام بدیم. یه قلقی رو باید یاد بگیرید. 5 دقیقه وقت بذارین، به این آگاهی برسین. مطمئن باشین که برای یک عمر به دردتون میخوره. ببینید شما یک مانع خیلی بزرگ دارین که نمیذاره به اون خواستتون برسین. اون مانع رو باید از سر راهت برداری. اگر اون مانع برداشته بشه شما زیر 24 ساعت به اون خواستت اگر مصلحت خداوند توش باشه برات مقدر میشه. فکر کن توی جاده‌ای و یه سنگ وسط معرکه است و جلوی ماشینت رو گرفته. چی کار میکنی؟ نمیتونی رد شی، میتونی میای پایین با هر بدبختی که شده سنگ رو از اون وسط بر میداری و میندازیش کنار تا بتونی رد بشی. شاید الان پیش خودت فکر کنی کاش همه چی مثل این مثال بود. باور کنید همینه. اون مانع چیه؟ فکر شماست که انرژی و قدرت شما رو در طول شبانه روز میخوره. اومدن تحقیق کردن کیا؟ دانشمندا، شمنها که اگر انسان 68 ثانیه به اون چیزی که میخواد فکر کنه همه چی حله، همه چی دست به دست هم میده و میگه بفرما ارباب همینو میخواستین. حالا مشکل اینجاست 68 ثانیه که سهله ولی ما 20 ثانیه هم نمیتونیم تمرکز کنیم واسه جمع کردن انرژی و قدرت درونمون. البته این 68 ثانیه رو تو جاهای دیگه خیلی خوشگل میتونیم خرجش کنیم. 2 ساعت میشینیم به چیزی فکر میکنیم که اصلا مهم نیست. براش وقت میذاریم. ولی 68 ثانیه نمیتونیم تهی باشیم، خالی باشیم، به هیچ چیزی فکر نکنیم. تمرکزمون رو به دست بیاریم، انرژیمون رو تو اون 68 ثانیه جمع کنیم. نمیتونیم با اون جهان هستی یکی بشیم. دوستان یه چیزی میخوام بهتون بگم فراتر. خیلی چیزا رو من تو این کانال نمیتونم بگم چون میدونم که وقتش نرسیده و جاش نیست اینجا بگم. اگه بگم همه میخندن، مسخره میکنن چون باور نمیکنن. ولی بدونید این جهان اونقدر هوشمنده که اصلا خودتون به چشم دارین میبینین که همه چیز روی حساب کتاب شده است. حالا یه چیز دیگه، شما اونقدر قدرت داری که از این جهان هم بالاتری، فراتری. اونقدر قدرت داری که میتونی در چند لحظه هر چیزی که میخوای رو به دست بیاری. مشکل از جهان و انسان بودن ما نیست. مشکل این دنیا نیست. مشکل اینه که ما هنوز خودمون رو باور نداریم. ما هنوز نمیدونیم چقدر قدرت داریم. ما بازی رو بلد نیستیم. به خاطر همین میخوریم به در و دیوار و دائم در حال باختنیم. مشکل دقیقاً از همون جایی شروع میشه که ما همه چیز رو از دیدگاه انسانی خودمون میبینیم. این نگاه انسانی حتی به شناختمون از خدا نفوذ کرده. برای همین میخوایم با التماس و گریه و زاری دل خدا رو به رحم بیاریم تا به خواستمون برسیم. اما خداوند مثل یک انسان تحت تاثیر گریه و زاری و التماس قرار نمیگیره. چون خداوند دارای احساسات بشری نیست، بلکه خداوند یک خلاقه، بلکه خداوند یک انرژی خلاقیه که قدرت شکل دادن به همه چیز رو داره. خداوند با هیچ انسانی دشمنی نداره، بلکه خودش هم فرموده است که من با گمان بنده خیش با اون رفتار میکنم. و خدا تصمیم گرفته به شکل هر آنچه که تو در ذهنت میسازی و میاری اون وارد زندگیت بشه. یعنی خدا برای تو هیچ تصمیمی نمیگیره یا دلش به حال تو نمیسوزه، بلکه به شکل باورهات و اون چیزی که در ذهنت میاری وارد زندگیت میشه. پس همه چیز در دستان خودته، فرکانسای خودته، باورای خودته.
این ذهنته که فقیر بودن رو میسازه یا ثروتمند شدن رو میسازه، عشق رو میسازه یا نفرت رو میسازه، راحت رسیدن به خواستت رو میسازه یا پیچیده ساختن همه چیز رو میسازه، شدن رو میسازه یا نشدن رو میسازه. این همه من حرف زدم، مثال زدم که بهت بگم جز ایمان به خدا باید روی خودت کار کنی، باید به خودت و قدرت درونت هم ایمان بیاری. خیلی مهمه این موضوع رو درک کنی. امیدوارم که هرچه سریعتر این قضیه رو درک کنی و اگر باورهات که تا الان هیچ به دردی نخوردن، روی باورهات کار کنی و باورهای جدیدی بسازی. بریم سراغ دعایی که کن فیکون میکنه. صبحها به محض بیدار شدن این دعایی که اینجا گذاشتم به صورت تصویر گذاشتم رو بخونید و منتظر معجزه باشین تا اتفاق بیفته براتون. من این دعا رو اینجا گذاشتم، هر وقت کارتون گیر کرد و معجزه خواستین بخونین. امیدوارم اونقدر آگاه بشیم، اونقدر بیدار بشیم که توسط ذهنمون کنترل نشیم و بتونیم از زمینی بودنمون لذت ببریم. و ما به این دنیا نیومدیم که زجر و بدبختی بکشیم، ولی نمیخوایم بهای این آگاهی رو بدیم. بنابراین کسی که نخواد بهای آگاهی رو بده محکوم به تکراره. از خداوند میخوام برای دوستان عزیزم که توی این کانال هستن و دارن الان این ویدیو رو میبینن انرژی خوبی فرستاده بشه و امیدوارم همگی با هم حاجت روا باشیم و هر کسی هر گره‌ای داره به راحتی این گره برای شما عزیزان باز بشه. آمین یا رب العالمین. برای ارتعاش و فرکانس بالا بنویس خدایا شکرت. مهربونا یادتون نره که شما هم با لایک برام انرژی بفرستین. خیلی ممنونم از محبت‌های شما، خیلی خوبین، شما لایق بهترینا هستین. دوستای عزیزی که این ویدیو رو ندیدین بریم ببینین. مطمئنم که این ویدیو یه روزی یه جایی خیلی به کارتون میاد و به دردتون میخوره. تا آگاهی دیگه، تا دعای دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.